با مقصد بلند برداشتن سطح خدمترسانی و بهتر نمودن روند حجتگذاری در بخش ثبت اسناد حالت شهروندی ناحیه جبار رسول و حدود جماعت و دههای آن، آزمون جمهوری فرهنگی و معرفتی بهترین مدیر، بهترین کاتب جماعت، بهترین حسن خط، بهترین بایگانی، بهترین سخنور و بهترین خدمترسانی بخشیده به 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان برگزار گردید. تشکیل و برگزار نمودن چنین تدبیرهای نتیجه بخش در بهداشت سطح خدمترسانی ها به ساکنان، تکمیل دانش و ملکه و آداب معاشرتی کارمندان ساحه مساعدت می نماید، زیرا اشتراکچیان از روی شرطهای آزمون عاید به بهترین مدیر، بهترین کاتب جماعت، بهترین حسن خط، بهترین بایگانی، بهترین سخنور و بهترین خدمترسان سطح دانش و ملکه های کاردانی های خود را نشان دادند. تاریخ 30 سال دوران استقلالیت خودگواه است که در تمام ساحه‌های خواجگی خلق جمهوری تاجیکستان از جمله زیرساختارهای وزارت عدلیه جمهوری تاجیکستان دستاوردهای بزرگ به وقوع پیوستند. توسط برنامه رشد مقامات ثبت اسناد حالت شهروندی امروز سطح و صفت خدمترسانی در بخش ثبت اسناد حالت شهروندی های تمام ناحیه ها از جمله ناحیه جبار رسولوف رشد و نمو یافته ایستاده است و امروز من با باوری کامل گفته می توانم که این همه میوه های استقلال دولتی جمهوری عزیز ما می باشد. با همکاری ریاست و شعبه و بخش‌های ثبت اسناد حالت شهروندی در شهر و ناحیه‌های ولایت سوخت بهره به قیدگیری سری وقتی ثبت اسناد حالت شهروندی شهروندان، تحکیم کار عائله و عائله‌داری، ترغیب و تشویق قانونگذاری‌های عائله و بلند برداشتن معرفت حقوقی هر نفر امروز فعالیت دارند. در ناحیه دیوشتیج نیز چنین آزمون جمهوری معرفتی برگزار گردید. در دوران صاحب استقلالی به مقامات ثبت و به قیدگیری حکومت کشور اعتبار خاصه داده، برابر بنیاد گردیدن بیناهای دیگر ساحه‌ها بنیاد و به استفاده داده شدن بینای مرکزی عدلیه در شهر و ناحیه‌های ولایت منتظم عملی می‌گردد و برای کارمندان ساحه مهمی ثبت و به قیدگیری تولد و نکاح شرایط خوبی کاری فراهم آورده می‌شود. در برابر همه این غمخواری های دولت و حکومت، ما کارمندان بخش ثبت اسناد حالت شهروندی ناحیه دیوشتیج کوشش می نماییم که برای بلند برداشتن معرفت حقوقی عائله ها، مستحکم گردانی عائله های جوان و مصلحت های حقوقی داده باشیم، زیرا عائله این پایدیوار دولت به حساب می رود. از این لحاظ ما کوشش می نماییم که سهم خود را در بلند برداشتن حسی و تندرستی و خویشتن شناسی ای عائله ها گذاشته باشیم. ما باید به این دوران صاحب استقلال که امروز تمام شرایط ها فراهم آورده شده است، صلح و ثبات و آرامی و آسایشتگی که در تاجیکستان عزیزمان حکم فرما می باشد شکرگزاری نموده و باوری پیشوای معظم ملتمان سزاوار باشیم و نام زن مادر تاجیک را در عرصه بین المللی همچون زنانی با معرفت، رعیت پرور، وطن دوست و میهن پرست معرفی نماییم. باید قید نمود که قانونگذاری عائله و نکاح در 30 سال استقلالیت دولتی منتظم انکشاف یافته به آن روانه شده است که همه پهلوهای حیات شخصی شهروندان از جمله مناسبت‌های عائلوی نیز از نگاه حقوق به نفع رشد سالم جامعه تنظیم گردد. بهترین اشتراکچیان در دوره ولایتی آزمون جمهوری فرهنگی و معرفتی بهترین مدیر، بهترین کاتب جماعت، بهترین حسن خط، بهترین بایگانی، بهترین سخنور و بهترین خدمترسان اشتراک می‌کنند. مستانه محیدالله زاده، خیرالله خوجایف و شاعره مبین زاده برای برنامه اطلاعاتی اخبار.